خب خب جناب حسام بیا ببینیم که الو سیسو. به به آقای دکتر یاسر رحمانی راد، میگم میردامادی اون اصلاح طلبه بود. دکتر یاسر رحمانی راد پزشک، آقای فرهاد کشاورز، کیارش، درود بر شما. خب منتظر میشیم که آقای حسام بیاد و ما لایو رو شروع کنیم. خب سلام دلوین، خوبی؟ درود به همگی، درود به همگی. سال نو همگی مبارک. امیدوارم سالی باشه پر از ایام خوب، ایام خوش و اوقات فراغت. خب ما منتظر میشیم. من مجدد از خب حسام برای من این درخواست بفرست. در مورد امروز میخوایم یه مقدار در مورد تشیع و بکتاشی ها و رابطه بین عثمانی ها و دولت صفوی صحبت کنیم، یعنی نگاهی بندازیم به این موضوع. خب ببینیم که نمیدونم چرا این بار چندمه که این مشکل پیش میاد. من به فکر میکنم باید با حالا یا موضوع بسیار جالبی اگر این شروع بشه. بذار ببینیم. ما wenn jemand als Geld-Teilnehmer kann jeder der dessen live sehen konnte. خب این میگه که این چرا قبول نمیکنه؟ یه کاری کردی. درست شد. خب درود بر تو آقا. سلام چه خوبی؟ ویدیو تو من قربانت برم. من ویدیو تو من ندارم. الان داری؟ تصویر تو نه، تصویر تو فعال کن. دوستان الان داری؟ من نمیدونم دوستان، من تو رو ندارم. بچه شما حساب رو میبینید؟ دوستانی که پایینن حساب رو میبینید؟ اگه کسی که حساب رو میبینه برای من بفرسته، بنویسه. من حساب رو نمیبینم. کیارش حساب رو میبینی شما؟ که بچه حساب رو میبینید؟ یکی برای من بنویسه لطفاً. خب میگه میبینن. خب ما شروع میکنیم حالا، چون مهم اینه که بتونیم. بسیار خوب. خب حسام ما از اینجا شروع کنیم. اوکی. فقط چهرم خوبه کیوان؟ من چون با دوربین عقب میگیرم خودمو نمیبینم. از دوستان اگه منم نمیبینم. من تو رو نمیبینم. من خودمو متاسفانه فقط میبینم. نه دلوین از ضرر که با جفتتون. آره دلوین من رو میبینی؟ اوکی هست؟ یعنی تو چارچوب هستم؟ اگه بله نوشت. آره نوشتن. آره میگن میبینیم، میگن همه من میبینن. خب حسام ما از اینجا شروع کنیم. یک دوستان ما میخوایم با حسام که استاد خیلی برجسته است در تاریخ ادیان، همچنین در زمینه بالا تحقیقات اصلیش که در زمینه فیزیک و علوم به اصطلاح پایه هستش، اما خب در زمینه به اصطلاح دینشناسی مطالعات بسیار بسیار عمیقی داشته و از اون مهمتر تحلیل و نگاهی که به تاریخ داره که مال خودشه و ما از اینجا بخوایم در حقیقت شروع بکنیم. درود بر شما. خانم میرزایی هم تشریف آوردن. بله خانم میرزایی نوروز بر شما مبارک باد. حساب ما برای اینکه خانم شیما تشریف آوردن، خانم چنگیزی، آقای چنگیز زمانی. خب دوستان من از اینجا شروع بکنم در حقیقت. و حساب ما وقتی نگاه میکنیم برگردیم
دوره اسماعیل، شاه اسماعیل. ببین شاه اسماعیل خب همونجوری که خودت میدونی، من میخوام یه خیلی مختصر کوتاه بگم، بعد تو نظر خودتو بگو و گفتگو رو جلو ببریم. همونجوری که میدونی شاه اسماعیل وقتی که خروج کرد، به اصطلاح از لاهیجان خروج کرد و در نوشته هاش هم هست، اون اشعاری که داره میگه که اکنون که من اسماعیل آمدم، اسماعیل فقط نیومده، امامی از امامان آمده، علی ابن ابی طالب آمده، امام جعفر صادق آمده، امام زمان آمده. بعد اشاره میکنه میگه من آمدم، من یکی از همون امامان هستم، آمدم به ربع مسکون تا این زمین رو بگیرم، به اراده الهی اومدم، من کسی هستم که به اصطلاح بازگشت تمام این ائمه هستم و در حقیقت به شمشیر مولا علی و با مثلا به قول انگلیسی ها بلسینگ امام زمان وارد شدم تا بیام و به اصطلاح این مذهب حقی شیعه جعفری رو بر عالم بگسترانم. و این آدم میگه که در شعرش خطاب میگه ای کسی که مخاطب من هستی، تو هم اگر نکته سنجی و دانایی بدون که این راهه و این راه حقه. خب ما میدونیم حسام اسماعیل وقتی که چنین ادعایی میکنه، این ادعا به شدت متأثر از اون نگاه به اصطلاح شیعه تکامل نیافته بدویست، شیعه‌ای که به شدت به افکار نئوپلاتونیک، نئوافلاطونی آغشته است و در اون ائمه شیعه به سان دمیگاد، انسان خدا دیده میشن و رهبر سیاسی و رهبر دینی جامعه هم چیزیست در همرده و همتای یکی از همون نیمه خدایان و اینا با یه چنین برداشتی آمدن و شروع کردن. حالا و این آدم خب در حقیقت قزل باشانی که به دورش آمدند کاملا به اسماعیل اصلا در بیاناتشون، در اذانشون، در مناجاتشون اسماعیل ولی الله میگفتن و اسماعیل رو در حقیقت بازگشت تمام اون ائمه میدونستند و اسماعیل یه جایگاه خاصی داشت. اسماعیل یک چیزی دقیقا بین انسان و خدا تصور میشد و اسماعیل رو به یه صورتی میپرستیدن. حالا من سوالم اینه، ببین ینیچری ها، تو اینو اول بگو برای دوستانی که حالا خورده آشنا بشن، ینیچری ها کیا بودند و ینیچری ها آیا عقایدی شبیه شیعیان داشتند و اگر داشتن چرا اینا به عنوان نیروی ویژه یه جوری مثل به اصطلاح اسپشیال فورسز عثمانی ها عمل میکردن و چرا ینیچری ها چطوری بود که جذب نشدن؟ این یه خورده در مورد اصلا ینیچری ها توضیح بده و حالا بکتاشی ها و تأثیر این دوتا بر اون چیزی که ما بهش بگیم تشیع بدوی پیش از تکامل، چون تشیع در طول تاریخ صفوی تکامل پیدا کرد و تبدیل شد به این چیزی که ما امروز بهش میگیم شیعه جعفری اثناعشری. بگو. سلام خدمت دوستان، خب نوروزتون پیروز. من حالا یکم کسالت دارم، آقای دکتر اطلاع دارند. خواستم اول اگر حمل بر بیادبی نشگاهی گرفتگی صدا و سایر موارد، ولکن به قول معروف اما بعد در مورد شاه اسماعیل و تشیع. اولا اینکه یک سری اطلاعات غلط در مورد شاه اسماعیل، مخصوصا از زوی که این بحثای بین جعفریان یعنی شیعه های اثناعشری و اهل سنت این اواخر مخصوصا بین وهابی ها و شیعه های عراق و ایران میشد، حالا بره پاکستان، ایران، عراق، لبنان و خب اهل سنت سلفی پروپاگاندا میشد. ببینید شاه اسماعیل، ما آن چیزی که اطلاعات دقیق داریم از ایشان، خب شیخ صفی الدین اردبیلی شافعی بود، ولی وقتی ما میگیم شافعی
یعنی اهل سنت کلاسیک که امروز مد نظر ما هست رو مد نظر نداشته باشید. یعنی اینها شافعی صوفی مسلک بودن، صوفی اهل تصوف بودن و خود شیخ صفی الدین قبل از ظهور شاه اسماعیل و جریان صفویه در امپراتوری عثمانی قرب و منزلتی داشت، یعنی یک قطبی بود. بعد از صفویه این به خاطر اینکه این جو قدرت شد، خب شروع به تخریب شیخ صفی الدین و امثال اینها کردن و حتی حاشیه‌های معروف سلطان عثمانی به شاه عباس که به اردبیل میام و استخوان‌های پدرت رو فلان و فلان میکنم از این جور چیزها هست. شاه اسماعیل خب اینها طریقتی که داشتن، اینها متمایل به نقشبندی و وحدت وجودی بودن. تصوف هرچند زیر مجموعه‌ای از اهل سنت هم ما مد نظر داشته باشیم، مثلا قادریه یا نقشبندی، فرقه‌های مختلف نقشبندیه یا حتی تیشتبندیه و فرقه‌های مختلف، اینها هستند تفکراتی شبه شیعی دارند، با این تفاوت که شیعی ولایت رو در 12 انسان خلاصه میکنه، ولی اینها ولایت رو بسترش رو بزرگتر میکنن، همون بحث وحدت وجود و اینها، انسان کامل، که این هم خب حالا بحث به جای دیگه نره، از هند وارد ایران، یعنی بودیسم و هندویسم وارد شده، همون نیراوانا و فلان، یعنی اسلامیزه شده، به قول معروف عربیزه شده، وارد اینها شده. خب شیخ صفی الدین، یعنی وقتی میگیم اهل تسنن بوده، شافعی بوده، ذهنمون به مثلا عثمان الخمیس نره یا محمد ابن عبدالوهاب نره یا ابن باز نره یا حتی اصلا یک مولوی اهل سنت نرمال کردستان یا حتی مولوی عبدالحمید نره. این یک چیزی بود و در اصل سنی صوفی مذهب بود. و در تصوف خب اصل ولی و ولایت یک چیز خیلی بلندیه، یعنی ولایت یعنی تصوف یعنی ولی، یعنی تصوف یکی از رکن‌های اساسیش اولیاء الله، ولی مثلا عطار نیشابوری تذکرة الاولیاء داره کتابش، یعنی تذکره اولیاء. و ما چرا به علی میگن اشهد ان علی ولی الله؟ ولی الله. احسن. شاه اسماعیل برخلاف، حالا بر پدرش هم هست، شاه اسماعیل حتی اون نامه معروفی هم که نوشته شده که جد اعلای شما اهل سنت بود و فلان از این جور چیزا، اینها نشون میده به شاه طهماسپ خان ازبک مینویسه و به اهل سنت کاری نداشته. شاه اسماعیل پدرش و خودش متمایل به علوی شدن و شاه اسماعیل علوی شد، تماما علوی. ما یک شاه اسماعیلی رو که میبینیم، شاه اسماعیل یک علوی بوده، نه جعفریه اثنا عشریه. علوی ها تفاوتشون رو باید اینجا توضیح بدم که علوی ها به 12 امام 14 معصوم اعتقاد دارند، با این تفاوت که اون فکری که ما در تشیع جعفری میبینیم، تشیع جعفری نزدیک به قرآن، نزدیک به اهل سنت فقه داره، سنت داره، ولی علویسم متأثر از تصوف و سنن و قبایل مختلف شده که وارد اونجا شده. مثلا ما در مناطق کردنشین فرهنگ کردی رو میبینیم، در مناطق ترکمن نشین فرهنگ ترکمن رو میبینیم و مفهومی از ولی اولیا، وحدت وجود، تجلی خداوند، نمیدونم تناسخ و اینها است. ولی خب بیس اینها باز هم برگردیم، بیسشون برمیگرده به چی؟ به حضرت علی و اسلام و 12 امامی که هست. اینها تفاوتایی دارن، نماز روزه نمیخوانن، البته علوی ها فرقه‌های مختلف دارن، منطقه درست فرق میکنه، ولی اکثریت قاطبه‌شون نماز روزه ندارن. ببخشید یه سوال، این نصیری ها که میگن از همینا میان دیگه، درسته؟ میگن مثلا بله نصیری ها دقیقاً از اینها میان، با این تفاوت که در بسیاری از سایر فرقه های علوی این اصل به صورت علنی ذکر نشده، ولی نصیری ها این رو به صورت علنی ذکر میکنن که علی همون خدا بوده، یعنی علی رو تجلی خدا بر روی زمین میدونن. یعنی نصیری ها رو میشه گفت علی اللهی کلاسیک، یعنی نصیری رو میشه گفت علی اللهی کلاسیک یا همون شبیه علی اللهی ها که تو منطقه خلخال هست این هاست. ولی برخی از فرقه های علوی که ما داریم، اینها علی تجلی علی رو
خدا رو متجلی در علی میبینن، همانطور که خدا متجلی در سایر امام ها هست و حتی سایر اولیاء الله هایی که هست، مثلا پیرهای اینها، مثلا در مناطق عثمانی حاج بایرم ولی، نمیدونم حاج بکتاش و الی ماشاءالله، در مناطق ایران پیر بابا و غیره. و خب شاه اسماعیل که این عقیده رو داشت و من این تفاوت رو بگم، علویه همانطور زمانی که شیعه جعفری بوده علویسم هم بوده و حتی در اصول کافی ما حدیثی رو، اصول کافی ببخشید حدیث میگم، از مرحوم کلینی به قول معروف، به قول شیعه ها، ما جمله ای رو داریم استناد به امام جعفر صادق هم میکنه و میگه که خداوند لعنت کند کسانی را که در اذان اشهد ان علی ولی الله میگویند. چجوری؟ بله اشهد ان علی ولی الله میگویند. ما نه از پیغمبر نه از ائمه هیچ نشنیدیم که اره اذان این لفظ را بگویند. این کار غلات بوده است. یعنی حالا مضمون به نقل میکنم، یعنی اون زمان هم علیویت بوده. شاه اسماعیل وقتی چون به حکومت رسید، چون علوی بود، این اشهد ان علی الله مد شد و خب اذان چه الان هم ما اذان شیعه میبینیمش این رو. و الا اشهد ان علی ولی الله حتی تو فقه شیعه، فقه جعفری که بعد از شاه طهماسب آمد، یعنی اون شیعه هایی که آمدن، اگر رساله های توضیح مسائل و سایر موارد رو بخونید میگن که اگر به نیت اذان بخونید اذانتون باطله. به نیت اذان نمیخونیم، یعنی آخوندها، یعنی روحانی ها و بعضی از مراجع این رو میگن، چون علنی از کلینی این هست. ولی خب شاه اسماعیل خب گفتم همونطور که علوی بود این کار رو کرد. شاه اسماعیل آنچه که این بحث رو باید داشته باشیم مد نظر تو ذهنمون داشته باشیم، چون قراره به جنیتری هم گریزی کنیم. شاه اسماعیل خب جد چندمش زرین کلاه کردی از منطقه کردستان بوده. بحث‌های متفاوتی شد مخصوصا در ظرف‌های ناسیونالیسمی که انجام شد. شاه اسماعیل یه عده گفتن کرد بود، یه عده گفتن ترک بود، یه عده گفتن نه اینها از نسل ساسانیان بودن. ولی چن آنچه که در صفت الصفا و وسایر کتاب‌ها هست و آنچه که از رفتار این خاندان ما خودمون به شخص مشاهده میکنیم، اینا سادات بودن و خودشون رو، درست مرحوم سید احمد کسروی میگه که نه آقا این ادعای کذب بود و خب میترا مهرآبادی هم روی این تأکید داره کمابیش، ولی اینها سید بودن. چون این رفتاری که این رفتار رو ما فقط در سادات میبینیم که اولا چون نسب رو از پدر میدانن، منطقه جابجا میشن، یعنی یک روز در عراق، یک روز در کردستان، یک روز در اردبیل، و هر منطقه که جابجا میشن زود با اون منطقه آپدیت میشن. یعنی در کردستان کردی حرف میزنه، لباس کردی میپوشه، میاد اردبیل ترکی حرف میزنه و شاه اسماعیل اشعار ترکی میگه، شیخ صفی الدین اشعار تاتی هم داره، و در حالی که زرین کلاه یعنی تماما یک سیستم کردی داره. اینها سادات بودن، یعنی با حتی نسب خمینی هم جهگاه به آنها نسام دیدن. من به عنوان فقط پاورقی، این که بهش میگفتن شاه اسماعیل شاختایی، این از کجا میومد حسام؟ حسن همین رو میخواستم تأکید کنم که حالا شما گفتید. شاه اسماعیل خب بعد از اینکه تحت تأثیرات قرار گرفت، در زمان قدیم این رو معمولا مد نظر نمی‌کنه و هر کس مصادره میکنه اون قسمتی رو که در قدیم، یعنی افرادی که شاه میشدن یا میخواستن ادعایی کنند خودشون رو نسبت به افرادی میکردند. مثلا تیمور به چنگیزخان خودشون منتسب میکرد، خب چنگیزخان اسم و رسمی داشت. یا مثلا نادرگلی که در زمان فتحعلی شاه قیام کرد، نبیره نتیجه نادرشاه، خب حالا درست نتیجهش بود، خودش رو جانشین نادر میدونست. یا امیر تیمور همون که تاکید کردم خودش رو میگفت، همیشه میگفت ینجه، نه یا ینجه اصطلاح یعنی داماد مغول ها. شاه اسماعیل هم برای اینکه یک سری محبوبیت هایی داشته باشه، هم از سید بودن خودش استفاده میکرد، هم از زمان از اینکه اون 7 طایفه ترکمنی که به عنوان قزلباش میشناسیم و زمان تیمور اینها به دست، حالا آنچه که مسلم است برای ما، شیخ صفی الدین مسلمان صوفی شده بودند و هم قرب اینها رو، یعنی قلب اینها رو به قول خودش معطوف کنه، خطایی یعنی منسوب به ختن خودش رو میکنه، ختن همون سنکیانج امروزی، چون این 7 طایفه ترکمن، افشار، قاجار و اینها از منطقه
ترکستان و مغولستان آمده بودن. اصلا دلیلی که تیمور می‌خواست اینا رو برگردونه این بود که اولا دینشون رو عوض نکرده بودند، همون ادیان شمن رو داشتن و خب این که اینها اونجا اسیان‌هایی می‌کردن و اینها و خب اینها مسلمان شدند و اینها خب ترک تبارانی بودند از مناطق اونجا، اون هفت پی قزلباش. هم این رو می‌خواسته و هم جایی میاد این شاه اسماعیل استناد میکنه به این که از نسل رسول الله هستم، حکومت حق منه، از اونجا ختنی ها رو خودش به خودش منسوب میکنه. از این بر هم میاد چی میگه؟ میاد میگه که من وارث پادشاهان کیان هستم، اون جامعه اینها بودن. پس یعنی ما در اینجا یعنی یک پروپاگاندایی رو میبینیم که مخصوص شاه اسماعیل نبوده. سلطان محمد فاتح هم وقتی که استانبول رو فتح کرد خودش رو ادامه سلسله خودش رو گفت آقا من ادامه سلسله بیزانس هستم، جانشین روم هستم. سلطان سلیم رفت فتح کرد بربرها یا مملوک‌ها بود، الان جلسه تو ذهنم جابجا شد، و گفت خلافت رو از اونجا آوردم به استانبول. یعنی گویی که مثلا خلافت یک پتویی چیزی هست رفته از اونجا آورده اینجا و گفت من امیرالمومنین هستم، خلیفه شدم دیگه. در حالی که در اهل سنت اصلا خلیفه اینطوری نیست، خلیفه سیستمش جداست. شاه اسماعیل اینجا پروپاگاندا رو انجام میده که بخواد بگه که آقا من این بودم. وقت شاه اسماعیل تا زمانی که مرد به هیچ وجه اثناعشری نبود و فکر اثناعشری رو رعایت نمی‌کرد، ولی خب ما بین این درگیری هایی که شد و این که شما هم گفتید این شعر رو تاکید کردید، همونطور که چون به وحدت وجود و انسان کامل و اینها اعتقاد داشت و خودش رو مرشد اعظم میدونست و در همین راستا زمانی که اون قزلباش مرشد کامل بله مرشد کامل میدونست، یعنی تا زمان خود شاه عباس این بود، حتی تا زمان زندیه هم بود. مثلا این اصطلاحاتی که میگفتند برو که خواستت را شاه عباس بدهد، یا برو که خواستت را شاه اسماعیل بدهد، یا شاه عباس مدد، یا شاه اسماعیل مدد، اینها رو میگفتن اون زمان. و خب شاه اسماعیل با یک کاریکتر اینطوری مواجه هستیم. و خب شاه اسماعیل یه فرمانده قوی هم بود که جنگ‌های پشت سر همی که نزدیک به بیش از 60 جنگ رسید اینها رو انجام داد، باعث شد که این جنگ‌ها و پیروزی‌های بدون شکست تا خود چالدران یک غروری هم به این شاه اسماعیل داده بود و این که اصلا میگفتن شاه اسماعیل اصلا شکست ناپذیره. مهمتریناش یکی شیبک خان بود، درسته؟ بله. که شکست خیلی چیزی داد و بعد اون کرانه سند رو گرفته بود و جنگ‌هایی که در مثلا بلوچستان رو چیز کرده بود. و بله این درسته همه اینا رو. و خب خیلی هم به صورت واقعا اون چیزی که نوشته شهادت تاریخی هستش خب بسیار بسیار رفتار سبوانه‌ای داشت با بازماندگانی که از اون فردی مونده بودن و شمشیر کشیده بودن. و بله خب ادامه بده. بله ایشون تا چالدران بدون شکست، یه جوان 20 و چند ساله دیگه، 21 سنی نداشته. بله درسته، یک جوان 20 و چند ساله، حالا دقیقا یادم نیست ولی به طور قطع و یقین کمتر از فکر میکنم 25 سالش بود. و این آدم خب رفته و این پیروزی ها رو به دست آورده. و انگار ضمناً من یک دو سه جا هم به حساب برخورده بودم که گفتن مثلا وقتی که مرشد کامل خروج کرد پس امام زمان کمرش را گرفت، دوبار مثلا بردش بالا زدش پایین و خودش شمشیر رو بر شال کمرش گذاشت که باش قیام بکنه. من چنین چیزایی رو هم در اون لیتریچر مربوط به اون دوران بهش برخوردم که مرشد کامل الان در حقیقت یه چهره قدسیه، شکست ناپذیره و حرفش حرف خداست و میتونه چیز کنه. درست بگو. اصلا یک چیزی که هست، اصلا حتی رستم التواریخ در توضیح شکست چالدران این رو میگه که این حکمت خدا بود که مرشد کامل شکست خورد، چون که قزلباش اگر این پیروزی هم نصیب مرشد کامل میشد یعنی دیگه در حقش غلو میکردن، یعنی ادعای خدایی فکر میکردن که خداست، یعنی این حکمت خدا بوده، یعنی بایلا مرشد کامل پیروز میشد.
یعنی میخواست این رو هم اینطوری توضیح کنه. خب یه چیزی هم که هست در زمان صفویه، همانطور که در انقلاب هم این چیز رو ما دیدیم، مثلا انقلاب ایران میگفتن خدایا تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی رو نگه دار. آره دقیقاً. یا مثلا جمهوری اسلامی ایران پیش زمینه‌ای برای ظهور مهدی است. اینها بود، هنوزم هست، یعنی این اصطلاحات. صفویه نظریه اتصال دولت ابدی صفوی به دولت امام زمان هم اون زمان مطرح بود. یعنی این چیز جدیدی نیست. شما اون زمان متون رو بخونید، مطالعه کنید، این رو خواهید دید. و این هم که یک چیزی هم که در مورد شاه اسماعیل بود، جو اون زمان، جو پریشان اون زمان، و اینکه یک فضای صوفی و تصوف در کل منطقه حاکم بود، و اینکه شاه اسماعیل از نسل شیخ صفی الدین بود، و از اون ور شما برگردید شیوخ جیلانی، شیوخ بزرگ صوفی جیلانی هم این از نسلش بود، سید بود. خیلی ها این رو تکریم می‌کردند و این یک محبوبیت عجیبی داشت. و حتی اصلا سلطان سلیم پدرش، سلطان بایزید، مکرر سر این که این سید بوده، صوفی زاده بوده، به نصیحتش برمیخیزه. شاه اسماعیل بهش فحاشی میکنه، با الفاظ تحقیرآمیز حرف میزنه. ولی خب سلطان بایزید، با اینکه سلطان بایزید هم ارتش قدرتمندی داشت نسبت به صفویه، شروع میکنه به اینکه یعنی یک ترسی انگار در این هست، و این ترس نظامی نیست که شاه اسماعیل مثلا چنگیزخان مغول بیاد منو پاره میکنه. این چه دلایل دینی پشت این هست، در حالی که سلطان سلیم بیس دینی کمتری داشت. سلطان سلیم کسی بود که پدرش رو از تخت کشید سر همین قضیه ها پایین، و خب ینیچری رو آمد جمع‌آوری کرد و اون فتواهای معروف رو گرفت، مخصوصا زمان سلطان سلیمان قانونی، مفتی ابو سعود که فتوای تکفیر شیعه ها رو داد، فتوای تکفیر علوی ها رو داد. و خب چرا علوی ها و ترکمن ها هم از شاه اسماعیل حمایت می‌کردن؟ این چیزی هست که مورخان عثمانی همین الان هم تو ترکیه برید بررسی کنید متذکر میشن. دولت عثمانی دولتی بود که خب ترکمن بودن. حالا فارغ از این که گاهی وقتا بحث میشه که اینها واقعا، مثلا پروفسور خلیل اینانسه بود اسمشون فکر کنم، بحث میکنه که اینها اون طایفه‌ای که خودشون رو منسوب میکنن و خودشون رو میخوان مرتبط به سلجوکا کنن شاید محل بحث باشه. ولی در هر صورت اینها یک قوم ترک تبار بودند و بر حسب شمشیر ترک‌ها به حکومت رسیدن، یعنی ترک‌های آسیای میانه و منطقه چین و مغولستان. اینا شافعی بودن، نه اینا به کدوم مذهب اهل سنت، این سلطان سلیم و سلیمان و اینا به کدوم مذهب اهل سنت وفادار بودن؟ اینها آن چیزی که مشهود هست سنی بودند، بیشتر متمایل به شافعی بودند، ولی تصوف در اینها موضع میزد و همون عقاید ولی اللهی، مثلا اینها مولوی رو، قاضی عثمان بود فکر کنم، بله، مولوی رو خیلی تکریم می‌کردن و اصلا به صوفی ها بسیار بسیار ارزش قائل بودن و یعنی اینها بیس و عقیده صوفی داشتن. و تصوفی که ما در آن منطقه می‌بینیم، آقای رسول جعفریان یک اصطلاح خوبی داره، میگه اهل سنت 12 امامی. واقعا اینطوری بودن، یعنی خلفای راشده رو قبول داشتند و چیز هم قبول داشتند، خلفای عباسی رو هم تکریم می‌کردند و در عین حال 12 امام هم قبول داشتن. یعنی مساجدشون میرفتی، همین الان متونشون رو حتی بررسی میکنی، میبینی از حضرت علی گرفته تا خود حسن عسکری رو مینویسند و حتی اعتقادی به اینکه مهدی پسر حسن عسکری است رو ما تو اینها میتونیم ببینیم، از ابن عربی گرفته تا خود مولوی، در حالی که اینها سنی بودن، اهل سنت بودن. یک اهل سنت اینطوری رو ما در اینجا مشاهده میکنیم. و خب آنچه که ما این رو میبینیم، حنفیت در بین اتراک زیاد بود. یعنی اتراک میگم شما همین الان هم ترکای ترکمنستان، قزاقستان، گرگیزستان و امپراتوری، ببخشید میگم امپراتوری، مناطق جدا شده از شوروی رو ببینید، همشون حنفی هستند. یعنی بین اتراک سایر مذاهب مقدار اندکی فقط شافعی هست.
و خب اینها بر حسب فقه شافعی. ولی خب شما اگه بررسی کنید مثلا مولانا بر حسب فقه شافعی و حنفی فتوا میداده همیشه. عثمانی این بیس رو داشت و خب دلیلی که ترکمنها به شدت به شاه اسماعیل کمک میکردن این بود. ما این رو برگردیم به زمان امیر تیمور گورگانی هم این رو میبینیم. مثلا در نامه‌های امیر تیمور گورگانی به سلطان عثمانی یا همون فکر کنم سلطان بایزید بود که ایشون هم که در زندان امیر تیمور فوت شد، که سلطان تیمور میگه که شما چرا بیک‌ها و خانهای ترک و ترکمن رو میکشید؟ عثمانی با اینکه به وسیله ترک‌ها به قدرت رسیده بود ولی ارز قربی به ترک‌ها و ترکمن‌ها نداشت. اصلا در زمان عثمانی این بود که مثلا به ارامنه میگفتن قوم شریف یا ببخشید قوم نزیب، به سادات یعنی عرب‌ها میگفتن قوم نزیب، شاید این نزیب و شریف رو اشتباه بگم، و به ترک‌ها میگفتن اتراک بی ادراک، در حالی که خودشون ترک بودن و ترک‌ها رو سرکوب می‌کردن و در همین راستا عرب‌ها و حتی کردها رو میومدن سر این ترکمن‌ها به قول معروف بیج و خام می‌کردن. ترکمن‌ها هم سر همین وقتی شاه اسماعیل نامی شورش کرد و شمشیر چشید و خب به ترکی شعر میگفت، دربارش ترکی حرف میزد، به شدت طرف این رو گرفتند و خب علوی هم بودن، این هم علوی بود. شاه اسماعیل هم سر همین علویسم رو حتی استفاده کرد، چون آنادولی که ما آن زمان میشناسیم اکثریت دست علویسم بود. سلطان سلیم وقتی به حکومت رسید و خب دید که اینطوری نمیشه دوام پیدا کنه. چرا دوام نمیتونه پیدا کنه؟ سر این نمیتونه دوام پیدا کنه که اینها خودشون اکثریت بچتاشی و علوی بینشون زیاد است و خب یک بچتاشی رو نمیتونه قانع کنه یا یک علوی رو نمیتونه قانع کنه که شاه اسماعیل رو ول کن بچسب به من، چون این سید مرشد تو یک سلطانی هستی که خودت میری دست شیخا را میبوسی، ولی این خودش شیخه، یعنی شاه اسماعیل خودش شیخه و سیدم هست. در همین راستا سلطان سلیم از آن زمان به اعراب اهل سنت و یعنی فکر یک کمی به سمت اهل سنت متمایل شد، یعنی اهل سنت کلاسیک، و در همین راستا ابو سعود ها رو بالا آورد. و ما شما رو بررسی کنیم مثلا در این زمان ما علمای دینی رو چه در عثمانی چه در صفویه بررسی کنیم خیلی پارادوکس توشون میبینیم. مثلا ابو سعود میاد یونس امره رو تکفیر میکنه، یونس امره رو تشریف میکنه، شاعر علوی رو، به خاطر اینکه وحدت وجودی بود، در حالی که حافظ شیرازی رو تکریم میکنه. خب حافظ شیرازی هم وحدت وجودی بود، ولی چون حافظ شیرازی علوی نبود و مضر دولت عثمانی نبود، ولی یونس امره شده بود نماد علوی ها. خب شاه اسماعیل شاه اسماعیل جان، سلطان سلیم در این راستا میاد جلو و اون شکست هولناکی رو که به شاه اسماعیل وارد کرد و در همین راستا شاه اسماعیل تا آخر عمر حتی به افسردگی شدیدی مبتلا شد، مخصوصا قضیه زنش که شاه اسماعیل زنش رو به عقد یکی از بهروز خانم رو به عقد فرمانده میان رتبه چیز در آورد، درسته؟ بله. و خب صحیح. وقتی که این حامله شد اصلا خبرش به شاه اسماعیل رسید، شاه اسماعیل ویران شد. آقا ببخشید یه چیزی چون بحث شد تا اینجا رسید حیف نگیم اشاره، این سنت بچه بازی، شاهد بازی، اینکه میل شدید شاه اسماعیل تو در اقوال هست که شاه اسماعیل ندیده وصف یک بیریش، یک نوخطی رو فقط چنیده بود و عاشقش شده بود، این از کجا اومد؟ این از سنت ترکان همون آناتولی بوده این بچه بازی و شاهد بازی؟ این از کجا اومده؟ ببینید این که ما این مورد رو به یک قوم یا قومیت انتقال بدیم به نظر من اشتباهه. آن چیزی که ما این حالا دکتر شمیسان این رو خیلی زیاد روش مانور داد و کاملا هم کاملا هم اشتباه بود، چون اصلا شاهد بازی از کجا میاد؟ ما شاهد بازی رو از زمانی مشاهده کردیم که هنوز هم هست، ما در جامعه ایران در مدارس میبینیم یا در افغانستان میبینیم. وقتی یعنی در جامعه ها ازدواج و رابطه با جنس مخالف سخت میشه،
ما این سمت پدوفیلی ها و همجنسگرایی ها رو زیاد میبینیم. بس اصلا قضیه این بحث علمی همجنسگرایی نیست، یعنی ما اینجا داریم یه بحث پدوفیلی و سایر رو مد نظر میکنیم. بله پدوفیلی بیشتر. بله، چون که محدود میکنن، هیچ نمیتونی ارتباط پیدا کنی. ما چرا مثلا در افغانستان شاهد بازی رو میبینیم، هنوز هم هست، زیاد هست، ولی مثلا در آلمان خیلی کم میبینیم. مثال میگم در افغانستان اصلا اون چیزی که آلمان یک کشور سکولاره که شما میتونید خیلی راحت یه منظور یه مرد با یه مرد ازدواج همجنسگرایانه بکنه، در حالی که در افغانستان با اون همه فشار مذهبی طرف میره سمت این. چرا؟ چون هیچ امکانی برای دیدن دختر نداره و این بحث روانشناسی هست. این بحث دینی که در مدارس دینی در جهان اسلام شد، ازدواج سخت شد، وضعیت مالی بسیار در هم کوبیده شد، مخصوصا از قبل نزدیکی‌های ظهور مغول و بعد از مغول. ما در مکان چیزهای دینی یک موج عظیمی از شاهدبازی یا پدوفیلی رو میبینیم که این رو حتی اومدن یعنی یه جورایی دینی هم کردن. یعنی این شاهدبازی حتی خودش شمس هم بخونید میبینید که اصلا این رو به عنوان یک امر عالی میبینه، یعنی یک امر غیر دینی نمیبینه و این بیسش همین هست. شما همین الان هم در مدارس دینی مختلف مراجعه کنید میبینید اینجور موارد رو. چرا؟ همون بیسش چون ارتباط سخت، ازدواج هم نمیتونن بکنن و خب میره جلو. و چون به یک مدت طولانی گذاشته بود و این امر تبدیل شده بود به یک امر دینی و همزمان یک حالت مردانگی، یعنی یک مردانگی هم شده بود. شاه اسماعیل هم متعلق به اون سنت بود و این مخصوص صفوی هم نبود، در عثمانی هم ما میبینیم. ولی که ما اون زمان رو مد نظر داشته باشیم، ما دو تا امپراتوری قدرقدرتی داریم که تو منطقه جولان میدن، یکی عثمانی است یکی صفوی است. ولی خب قبل اینها هم بود. شما در مصر برید، مصری که اصلا ربطی به ترک ها نداشت، اکثریت عرب بود، خب اونجا هم این رو میبینید در بین جوامع صوفی تصوف. همین الان هم این ماجراهایی که از بعضی نمیدونم گاری قرآن در ترکیه بیرون میاد، از پاکستان بیرون میاد، بررسی میکنید. این اون بیسش بود و این جریانی بود که حالا اون زمان بود و این رو بررسی کنیم به این مسئله برمیگردیم. ولی که شاه اسماعیل هم این رو هم مد نظر داشته باشیم. در اهل سنت کلاسیک و شیعه اثناعشری هر دو شاهدبازی اصلا اختلاف با جنس موافق به هر صورت ممکن حرام و حکمش مشخصه، یعنی حکمش سنجدار و حتی در آتش انداختن است. شاه اسماعیل تا آخر عمر و بسیاری از سلاطین که انجام میدادن این همون بیس تصوف به علویسم و صوفیگری رو نشون میده که ما بینیم. حتی در شاه عباس هم میتونیم این رو ببینیم. اون پورتری معروف رو شهمد تا بررسی کنید. اصلا فکر کنم فرزند شاه طهماسب بود یا کدوم یکی بود که اصلا مشهور به این مورد بود. ولی خب ما اینها رو در عثمانی هم میتونیم ببینیم، در سایر جاها هم میتونیم ببینیم. ربطی به قومیت نداشت، این ربط به سختگیری های مذهبی داره. یعنی شما اگر این رو بررسی کنید، خب اگر از مثلا آنزا اومده، خب چرا این قزاقستان نبود؟ قزاقستان که تماما ترک بود. قرقیزستان نبود، نمیدونم مغولستان چرا نبود؟ چون اونجا اون سختگیری مذهبی وجود نداشت. این سختگیری ببخشید من یه چیزی بگم. بله بفرمایید. حسام از نظر همین بحث سختگیری مذهبی، یه طرف خب قبلترش گفتی که شاه اسماعیل به هیچ عنوان، تحت هیچ عنوانی به عنوان یک آدم مؤمن و عامل به احکام شیعه اثناعشری که شیعه‌ای که فقهش فقه خیلی پرملاتی است نبوده، این آدم نبوده. ببینم این در بین مثلا میگم همین علویان، در بین اهل حق علویان بکتاشی ها اصولا احکامی وجود داشته. مثلا مثال میزنم، چون من توی آلمان در این خانقاه هاشون رفتم، در این مراکز چین فرهنگیشون رفتم، اینا زن و مرد با هم میرقصن، خدمت میکنن. اصطلاحا اون چیزی که میگن اصطلاحش خدمت کردنه، میگن ما میریم خدمت میکنیم. چجوری بود؟ آیا یعنی با اگر چنین چیزی بود، شاه اسماعیل در دوران دست کم خودش نمیبایست سختگیری به اون صورتی باشه؟ چون من فکر میکنم این مخصوصا بعد از دوره هایی است که آخوندا میان
شروع میکنه آخوندهای از جبل عامل، آخوندهای بحرین، بحث فتوا مطرح میشه، بحث مرجع تقلید مطرح میشه، بحث چه میدونم توضیح المسائل و اجتهاد و این چیزا مطرح میشه. چطوری بود اصولا؟ یعنی از نظر احکام، از نظر فقهی چه شکلی بودن؟ مثلا دوره شاه اسماعیل اینا اصلا به احکام خاصی داشتن یا نه یه بحث بیشتر تصوفی و یه بحث صوفی گرایانه و اخلاقی و یه خورده توضیح بده ببینیم چجوری بود؟ ببینید دکتر، یعنی ما وقتی اگر علویسم رو بررسی کنیم، منطقه به منطقه علویسم فرق داره، یعنی متفاوته. ما در مناطقی از مثلا ترکیه با علوی هایی برخورد میکنیم که هیچ تفاوتی چندانی با اهل سنت ندارن. روزی 3 بار 5 بار نماز میخونن، روزهشون ماه رمضان میخونن. ولی منطقه های یک سری مناطق بریم مثلا در سوریه نصیری ها، یا بریم اصلا خود حتی بریم پایینتر مثلا در یک قسمت های نزدیک به سوریه ترکیه که اصلا اونها رو گزلباش مینامن، اصلا اصطلاح گزلباش استفاده میکنن. بریم اصلا اینها اصلا کلا هیچ علاقه به اسلام ندارن میشه گفت، فقط علی، محمد و خب اینها شراب میخورن. من تو آلبانی هم اینجوری دیدم، آلبانیایی هم یه همچین حالتی دارن. بله زناشون حجاب ندارن، درسته، زنا حجاب ندارن، شراب میخورن، راحت میخورن. سوریه هم همینطوری، من سوریه هم دیدم، این علویان سوریه هم اعتقاد زیادی به این چیزا ندارن. یعنی حالا اکثریت علوی ها اینطوری هستن، اکثریت قاطبه علوی ها یعنی بیسشون این اصلا رمضانشون روزشون فرق داره. اینها 10 روز محرم رو روزه میگیرن، روز 10 محرم یا هم روز عاشورا یه مراسم اصلا عزاداریشون عزاداری که اینها با ساز مثلا وصف حادثه کربلا میکنن، با ساز یعنی با ساز حادثه کربلا نمیدونم یزید آمد فلان کرد و از این جور چیزا، حالا به زبانهایی که دارن اینها علوی هایی که ما مخصوصا در ترکیه، آلبانی، بوسنی هرزگوین و اینها میتونیم ببینیم. و خب بریم پایینتر بیس های دیگر رو میبینیم. تو ایران که نداریم، درسته؟ تو ایران علوی تا جایی که میدونم یا داریم؟ نه علوی ما در تبریز، در مناطق کردستان داریم، در مناطق خلخال داریم. فقط یک مشکلی که در مورد علوی هست، این هم یک بیسی هست که هست، چون فکر کلاسیک شیعه علوی ها رو کافر میدونه و هنوز هم این رو آیت الله بهزت رو میخوندید، آیت الله وحید خراسانی رو، اینا رو غلات شیعه میدونستن و نجس حتی میدونستن، خرید و فروش، ازدواج و حتی متع کردن از اینها حرام بود. اینها به شدت در انزوا بودند. و خود بحث یارسانی ها رو هم بررسی کنیم، درسته که یارسانی ها خودشون رو از علویسم جدا میدونن و از یه جهت هم حق دارن، ولی خب از یه جهت هم حق ندارن، چون نزدیکی هایی هست. اینها هم ساداتشون از نسل علی ابن ابی طالب هست، یعنی از نسل کسی نیست. ولی که خب اینها یارسانی ها یک تفاوت اساسی که با سایر علوی ها دارن اینه که اینها حداقل یک سری کتاب های مستقلی دارن که ما در سایر فرق های علوی کمتر میبینیم و کتاب هاشون هم به زبان خب کردی گورانی هست فکر کنم تا جایی که اطلاع دارم. و خب یه چیزی هم که هست، جامعه علوی حالا باز یارسانی ها بهتره. جامعه علوی های مثلا خلخال رو شما بررسی کنید یا تبریز که جوران، اصطلاح گوران هم استفاده میشه، جوران میگن اینها، خیلی صدای رسانه‌ای ندارن و خب خودشون هم انگویی علاقه‌ای ندارن. و الا ما در تبریز جریاناتی بود قبلا که نیروی انتظامی میرفت این سیبیل اینها رو میزد، یک جریان عجیبی هم شده بود، یک نفر که سیبیلش زده بود 17 نفر درجه‌دار رو با تیر زده بود و اعدامش هم کردن، حالا جریانش. ولی اینها رسانه‌ای نمیشن، جامعه‌های محدودی هستند، مخصوصا تو منطقه خلخال ببینیم، حالا باز تبریز بهتره، تو خلخال بسیار فقیر و اینها هستند. و خب این رو هم مد نظر داشته باشیم که پس از شکست تاریخ شاه اسماعیل، خب دلیلی هم که شاه اسماعیل، 2 دلیل شاه اسماعیل رو در شکست خوردنش یاری کرد. اولا نفرت عجیبی در بین اهل سنت ایجاد کرد، مخصوصا بعد قضیه فتح بغداد که قبر ابو حنفیه، امام ابو حنفیه رو نبش کرد، آنچه که بود آتش زد، و قبر شیخ عبدالقادر جیلانی و اونجا رو مستراح کرد، یعنی به قزلباش پول میداد که میرفتن اونجا مدفوع ادرار میکردند. و خب این مخصوصا قضیه حالا هم ابو حنفی هم عبدالقادر جیلانی، که عبدالقادر جیلانی در بین اهل جریانهای صوفی
اهل سنت یک چیز عجیب محبوبیتی داشت، از هند بگیرید تا شما چچن. و خب این یک شوک عظیمی به اهل سنت بود و شاه سلطان سلیم هم از این استفاده کرد و خب یک ارتش مجهزی هم از این چیز استفاده کرد و فتواهایی هم گرفت. و خب شاه اسماعیل همون غرور رو، یک چیزی هم که از شاه اسماعیل رو بعضی ها کاراکتر شیزوفرنیک اعلام میکنن، نه اینطوری نمیشه. شاه اسماعیل یک سری رفتارهایی رو میبینیم که کاملا هوشمندانه انجام میده. مثلا قضیه این که شاه اسماعیل همون اصطلاحات، یه جا میگه خطایی، یه جای دیگه میگه سیدم، از این بر میگه که من جانشین چیانم. و بعد تو دربارم برای اینکه محبوبیت ترکمن‌ها رو به دست بیاره ترکی حرف میزنه. اصلا زمان شاه اسماعیل اصلا میسیونرهای انگلیسی فرانسوی به زمان صفویان مینویسن قزلباش‌ها یک نوع به قول معروف نژاد پرستی ترکی رو ایجاد کرده بودن اونجا. هر کس زبان ترکی نمیدونسته تحقیرش میکردن و الا ماشاءالله اسمها به ترکی بوده، در حالی که برعکس این در عثمانی همه چیز به زبان فارسی بوده. شاه اسماعیل دیوانش به ترکی، سلطان سلیم دیوانش به فارسی. فارسیه چطوره؟ بله، سلطان سلیم دیوان اصلا روی شمشیرش هم به فارسی نوشته شده. سلطان سلیم خب این رو استفاده کرد و اون جنگ معروف چالدران که شاه اسماعیل همسر همین وقتی در اون جنگ طایفه خان طایفه خلیفه‌لو بهش فکر کنم برای خلیفه‌لو بود که هنوز هم هستن در منطقه مغان و سایر مناطق، بهش پیشنهاد میکنه که اینها قبل از اینکه توپاشون رو آماده کنن ما حمله کنیم، اونجا یک خانی بلند میشه از این متملک‌های بیسی که ما بیشتر در زیدیه و اینها هم زیاد دیدیم، بلند میشه که نه این برازنده ما نیست، خداوند پشت ماشه. دورمیشخان شروع میکنم این صحبتی که میکنی، میگه آره برازنده ما نیست و چیز نیست و اصلا فردا قرار خود امام زمان بیاد وسط میدون ما رو چیز کنه و بله. و من شنیدم حتی اصلا از ابزار و سلاح‌های مدرن اون روز، یعنی از توپخانه و چمخانه و اسلحه و اینا هم استفاده نمی‌کنن لشکر شاه اسماعیل. درسته؟ این خیلی جالبه، یعنی این تصور به اینجا به قول تو رسیده بود که میگفت آقا من خدا هستم دیگه، یه جوری مشیت من اصلا میگه آقا من بودم که تمام اون اتفاقات رو رخ دادم، من بر زمان مکان ولایت دارم. و عجیبه با وجود این که ببین نیروی شاه اسماعیل رو 30,000 نفر حدوداً گزارش کردن، نیروی عثمانی بالای 200,000 نفر بوده. و عجیب بوده چطور این آدم روی چه حسابی این تصور کرده بود که شانس پیروزی داره و ضمناً اینها به سلاح گرم مجهز نبودن و عثمانی ها به سلاح گرم مجهز بودن. و حتما هم شما میدونی جانفشانی های بسیاری کردن قزلباش‌ها برای اسماعیل در این جنگ و خب شکست خیلی وحشتناکی هم خوردن. واقعا خود شاه اسماعیل شانس آورد زنده موند، چون یک بار گرفتار شد، یکی از اون قزلباشا گفت شاه منم، که اون رو بردن به جای چیز گردنم زدن و بله شکست خیلی وحشتناکی بود. حالا سوالم اینی بود در اون دوران، حالا به چالتران میرسیم، تا چالتران وضعیت کشور چطور بود؟ سختگیری مذهبی اعمال میشد نمیشد؟ زنها حجاب داشتن نداشتن؟ چطوری بود نماز روزه تا اون دوره چجوری بود؟ اصلا چیزی ما داریم، رکورد تاریخی داریم بدونیم؟ کیوان ببین این مد نظر این رو اگر بررسی کنیم، در مورد این بیایم بررسی نگاهی به این یه نگاه عمیقی به این بندازیم، این رو مد نظر باید داشته باشیم که بعد از مغول اون فروپاشی عظیمی که اتفاق افتاد از یه نظر، و حتی این البته ربطی هم به مغول نشد، قبل از مغول هم شروع شده بود. علاوه بر این سختگیری ها رو اصلا به کنار بذاریم، به این بحث یک فقر عجیبی هم بود، یعنی یک فقر عجیبی در جامعه جغرافیای اون زمان جهان اسلام بود. یعنی مخصوص کشوری منطقه‌ای که الان ما ایران میشناسیم، نه به افغانستان، نمیدونم پاکستان بریم اینور، یک کمابیش فقری بود، حالا این مناطق بود. این هم باعث میشد که خب اون چیزی که میگفتم ازدواج اینها اعظام نشه و این رو ما نگه داریم. برگردیم به قضیه سختگیری مذهبی. ببینید بعد از این که اهل سنت معتزله به کنار رفت و بعد از امام محمد غزالی اون قضیه تفاهات الفلسفه و الی ماشاءاللهش
ما یک سختگیری های عمیقی رو میتونیم ببینیم که منطقه به منطقه مسلما فرق داره، که این همراه با چه هست؟ همراه با فقر مادی مردم هست، اون قحطی هایی که بود، بیماری های مختلفی که ایجاد میشد. ما این سختگیری ها رو در مکان‌های مختلف میتونیم داشته باشیم، کلونی‌های مختلف، و خب یک سری آزادی‌هایی هم میتونیم داشته باشیم. یعنی حتی در خود صفویه شما میخانه ها رو میتونید پیدا کنید، اصلا بله شراب معروف قضیه شرب خمر شاه عباس که اون سفیر لهستان بود که از کیفیت شراب بالا میاره و کلاهش گی میکنه و شاه از ترس اینکه شاه عباس غضب کنه کلاهش رو سرش میذاره که گیش برمیگرده صورتش رو، شاه عباس با صدای بلند گه میکنه. و خب این سختگیری ها ببینید چجوری بود. این سختگیری ها یک حالت اینطوری داشت، عوام الناس نمیتونستن این غلط ها رو بکنن، یعنی اکثریت عوام الناس چون تحت سیطره یک سری روحانیات اهل سنت شیعه بودند. و حالا اهل سنت رو ما قبل صفویه رو بررسی میکنیم، ولی اونهایی که یکم گشت الیت بودن یا یک حالت چجوری بگم مافیا داشتن، گلندری بودن برای خودشون، اونها کارهای خودشون رو میتونستن انجام بدن. و این خب این رو اگر بررسی کنیم این بعد از صفویه هم بود. میگم که شاه شراب میخورد، خیلی ها شراب میخوردن، ولی در همین زمان ما یکی مثل چیز رو هم داریم، نویسنده کتاب علامه مجلسی هم داریم، سایر موارد رو داریم که حد و حدود الهی رو برای اقلیت اکثریت عوام جامعه اجرا میکرد. ما این رو میبینیم. یعنی ولی خب بریم حالا جلوتر، بعد از صفویه، بعد از این که علمای جبل آمل که خب مخصوصا بعد فتوای معروف شیخ ابو سعید و قبلتر از اون چند علمای اهل سنت سر همین قضیه شاه اسماعیل فشار روی تشیع زیاد شد. دلیل این فشار روی تشیع زیاد شدن هم این بود که عثمانی کلا مشکلی با فرق و ادیان نداشت. یعنی از علمای شیعه خیلی ها شیخ الاسلام هم شده بودند، اثناعشری، با حتی علوی ها هم مشکلی نداشت تا خود صفویه. و امپراتور عثمانی یک سیستم خاندانی بود، میگفت خاندان من بر سر حکومت باشه، تو هم کارتو بکن، اون یکی هم کارتو بکنه، این یکی هم کارتو بکنه. و روی کشورگشایی مخصوصا و مبارزات که این از سلجوقیه هم در ذهن اینها مونده بود، روی مسیحیت، جهان مسیحیت اون زمان داشت. و خب بعد از اون که این قضیه شاه اسماعیل شروع شد و علوی ها در همه جای ملک عثمانی شروع کردند، سخت ریزش روی شیعه بیشتر شد و بسیار از علمای تشیع، یعنی جعفریه، حتی شیخ بهایی در خاطراتش نقل میکنه که حالا معجزه کرامت آنچه که نقل کرده است رو میگه که به قدری فقیر بودیم که مادرم برف رو گلوله میکرد و به تنور میزد و اون برف تبدیل به نان میشد. یعنی این رو میتونیم دقیق نمیدونم کدوم کتاب بود میخوندم، ولی خب حالا فارغ از اینکه این ایده صحت یا صحت نداره، اراضی فست یا چیز، یعنی اون شدت فقر رو بعد از جریان شاه اسماعیل بیشتر شده رو میتونیم متوجه بشیم. اینها به سمت امروز یعنی قلمرو صفویه آمدن و خب اهل شیعه اثناعشری ارتدوکس یعنی همون کلاسیک یک فکری دارن، فکر چارچوبی داره و این سختگیری ها آروم آروم بیشتر میشه. یه چیزی هم به حسام باید به نمیدونم نظرت چیه باید در نظر داشته باشیم. یکی از به نظر من نخستین نتایج مستقیم چالدران، شکست چالدران، این بود که چهره شاه اسماعیل میشکنه. درسته؟ به عنوان مرشد کامل الهی که یه جوری نماینده خدا، خلیفت الله فرض می شده، ولی الله فرض می شده و اون شکست یه جوری انگار این گرا رو دیگه داره میده. یعنی خیلی مشخص که آقا نه اینم یه آدم معمولیه. اون چهره مرشد کامل، پادشاه صفوی به عنوان مرشد کامل، درسته؟ این قضیه اصلا یعنی من فکر میکنم یکی از نتایج چالدران تضعیف اون باورهای علوی در چیز بود. اینجور نبود؟ خب این هم بود، بله دقیقاً این هم بود و این هم داشته باشیم که این شکست
و این هم مد نظر داشته باشیم. ما وقتی کارشتر سلطان سلیم رو میبینیم، سلطان سلیم رو شما یک پادشاه گوگولی که شاه اسماعیل رو شکست داد رو مد نظر نداشته باشید. قتل عامی که سلطان سلیم جهت سرکوب علوی ها شروع کرد، کویتسو مراد فرمانده این بود، یک فرمانده بکنم از بالکان بود. به قدری از چه زمان سلیم و چه زمان فکر کنم سلطان سلیمان هم زنده مونده بود، به قدری علوی در آنادولی کشتار کرد این آدم. پیرمردی فکر کنید 80 ساله بوده، برای اینکه از اسب نیفته پاهاش رو زیر اسب با چرمی میبسته که از اسب نیفته و هر علوی که هر جا میدید اینا میکشتن. یعنی سلطان سلیم یعنی یک عجیب، یعنی یک قتل عام، یک سختگیری عجیب بعد از عصیان شاه اسماعیل میکنه. و خب بعد از این هم شاه طهماسپ هم که این رو دید، یعنی خود این شکست رو دید، اون کاریزمای شکست ناپذیری ما، امام زمان پشت ماست، خدا با ماست، پیغمبر با نوشابه شکست. و خب اینها چه کردند؟ شاه طهماسپ یک پادشاه معقولی بود و خب این رو هم میدانست، یک بیس وحدتی داشت و نسبت به مسیحی ها و اینکه این جنگ ها مسیحی ها را هم قدرتمند میکنه سوء عقایدی هم داشت. یعنی ما در زمان شاه طهماسپ اون یه مسیح شاه طهماسپ اوسیدی هم حالا این داشت، یک وسواس فکری هم داشت. اون مسیحی ها میان که ما به شما کمک کنیم و فلان، از دینشون میپرسه، بعد میگه که دربار را به آب بکشید از این نجاست اینها رفع شود. شاه طهماسپ سر همین قضیه از علویسم برای اینکه هم سلطان عثمانی بگه که آقا ما دیگه با علوی های منطقه شما کاری نداریم، کشور رو به سمت شیعه کلاسیک میبره و در همین راستا به علمای ارتدوکس شیعه که از جبل و آمل میان، حتی همین آیت الله آملی اردبیل خودش از آنجا آمده، یعنی آمل، جبل آمل، اینها ریششون اینجا هستن، میدان میده، ولی خب یه پروسه‌ای طول میکشه دیگه. و در همین راستا علوی های آنادولی یتیم میشن، چون یک دفعه به کلی حمایت قبیلی رو از دست میدن. و سلطان سلیم هم بله این میدن که تو اصلا اون قضیه بعد از این حتی زمان شاه عباس هم جریان ها شد، اصلا میگه که آقا ما با شما کاری نداریم، مناطق ما شاه عباس میگه که عتبات عالیه رو حالا گرفتیم، حالا دیگه انتقامی هم گرفته شد، عتبات عالیه کربلا و نجف هم مال ماست دیگه، حالا ما با شما کاری نداریم، شما هم دیگه با ما کاری نداشته باشید. حتی تو افغانستان هم که جهت شیعه سازی فشارهایی وارد میشه، علمای اونجا نامه مینویسند به عثمانی میگه که امپراتور عثمانی از دربارش نامه میگه که آقا ما چون با صفویه قرارداد بستیم، یعنی صلح بستیم، ما نمیتونیم مداخله کنید، خودتون جلیم خودتون از آب بکشید بیرون. یعنی این رو ما میتونیم ببینیم. و سلطان سلیم چون این بحث رو دید، که آقا بچه دینی صفویه و بچه دینی عرب ها از یک سلطان ترک بیشتره، قضیه خلافت رو پیش آورد. من میگم که اینها رو بحث میکنن چون بحث این شاهان قدیم رو بررسی میکنن، فکر میکنن یه عده آدمی بود حالا شمشیر کشید بلند شد یه کارایی کرد. اینا خیلی آدم‌های عمیقی بودن و اون زمان بحث‌های عجیبی میشد. همین شاه اسماعیل رو اگر ما مد نظر داشته باشیم، یعنی یه آدم شیزوفرنیک اینها نبود، در جاهای مختلف تماما تصمیمات میگیره که ما یک نوع به قول معروف سیاست رو میبینیم. مثلا قزلباش میاد میگه که خواب دیدم که امام زمان یک عمامه قرمز رو سرم پیچید، که ما این سبک لباس رو همین الان هم در منطقه گرگان میان قزلباش ها میبینیم، لباس تمامم قرمز، عمامه قرمز، هنوز هم استفاده میکنند. خب ما بعد برمیگردیم میبینیم جد ششم پنجم این زرین کلاه کردی بوده، زرین کلاه یعنی کلاهش قرمز. و اون زمان بیس تصوفی که اونجا بوده، منطقه شافعی ها بوده، یه سرخجامگانی هم هست که این صوفی ها اونجا تصوفی که وارد اسلام شده و اینها رو مخلوط کرده، یک شلم شوربایی درست کرده. خب تصوف یعنی همین دیگه، تصوف با اسلام کلاسیک خیلی تفاوت داره، یک چیزایی از ایران باستان گرفته، یک چیزایی از بودیسم گرفته، یک چیزایی از هندویسم گرفته، میریم بالاتر یک چیزایی از شمنیسم گرفته، نمیدونم یک چیزایی از آفریقا گرفته، ما در تصوفی که در آفریقا داریم. و خب یک چیزی ایجاد کرده، این که درست یا غلط هست این بحثش جدا هست.
سلطان سلیم سر همین خلافت را آمد و خب در اهل سنت کلاسیک شما صحیح بخاری و سایر کتب حدیث رو بخونید، شما بدون استثناء به این میرسید که اولا خلافت سلطنتی نیست، ثانیاً خلافت از آن قریش هست، حتی اگر یک نفر از قریش وجود داشته باشد و آن مظلوم باشد و یا آنکه سرش به اندازه چشمش باشد، اینها احادیث صحیح است. و خب این بحث حتی بین شاه اسماعیل و چیز هم شده و حتی این بحث زمان محمود افغان و اشرف افغان که مفتی اعظم از استانبول میاد اصفهان بحث میشه، طرف این استدلال میکنه چون محمود افغان اشرف افغان هم سادات بودن، از سید بودند و میگه که آقا خلافت طبق کتاب صحیح بخاری و فقه اهل سنت از آن منه، تو چی؟ تو یک ترکمن زاده ای، ترکمن هستی، یک فلان هستی. سلطان سلیم اون رو گرفته بود و سلطان سلیم این ذکاوت را هم داشت که خب عثمانی یک حسنی که داشت، اون سیستم رومی رو گرفته بود، شاهزاده ها رو به شدت زیبا تربیت میکرد، علوم مختلف و اینها. میدید که آقا اگر من به اهل سنت کلاسیک زیاد بیس بدم، خب بعد یه مدت حکومت در خطر میفته. اگر به شیعه زیاد بیس بدم و طریقت ها زیاد بیس میدم که اینها هم که میرن میفتن بغل صفویه. در همین راستا یک چارچوبی رو ایجاد کرد و این رو البته قبل از این هم بود و استحکامی رو داد. ارتش یا همون ینیچری چه بود؟ اینها کودکانی بودند که از مناطق مختلف غیر مسلمان از خانواده‌های یونانی، بالکان و غیره گرفته می‌شدند، می‌اومدند تحت مکتب اندرون آموزش داده می‌شدند، تبدیل به ارتش می‌شدند و نظامی می‌شدند. اینها رو بکتاشی کرد. بکتاشی چیست؟ بکتاشی دقیقاً مقابل اهل سنت است. بکتاشی میشه گفت دقیقاً مقابل اهل سنت است در اصول. البته بکتاشی الان یکم متمایل شده، خب الان تنش ها رو میخوان کم کنن. بکتاشی ماویه رو قبول نداره، اصلا قسم بکتاشی که است، ینیچری هم این قسم رو میخوند، در قسمش هست که ارتش علی در مقابل ارتش سفیانی، ارتش ماویه ملعون، جنگ صفین، اینها رو قسم میخورن. چاقو، شمشیر، خنجر، یعنی خنجر خاکستری داخل شود و قرمز بیرون برود و ارتش ماویه در مقابل اینها هست. حالا قسمش رو میتونید در یه سرچ ساده ببینید، اما متن ترجمهش رو. اینها یک این بیس رو داشتن اینها و این رو داشت. چرا این رو انتخاب میکرد؟ چون اگر ارتش هم سنی بود با چند وجهی در داخل ارتش یه اتفاقاتی میافتاد. در همین راسته اگر عربی قیام میکرد یا سیدی قیام میکرد، همین ینیچری رو با همین عقاید، آقا اینها ماویه هستن و فلان و از این جور چیزا، چون بکتاشیه به بزرگ و شریف بودن عرب اعتقاد ندارن. اینها چون بیسایی از وحدت وجود و پدر و دده و اینها دارند، هر کس اون تکامل معنوی رو ببره بالا، اون شیخ است و تمام و السلام. و در همین راستا بکتاشی بودن ارتش به نفع عثمانی بود و این رو هم ایجاد کرد. ما تا خود سقوط عثمانی، البته عبدالحمید یکم متفاوت بود، همه سلاطین عثمانی عقاید یا فرقه نقشبندیه داشتند، سنی نقشبندیه بودن و حتی بکتاشی هم بینشون میتونیم ببینیم. قبل از اون حتی متمایل به علوی هم میتونیم ببینیم. و خب این دنگه به قول معروف، به قول خود ترکیه‌ای ها، این بوده و هست بوده. و خب پس از اینکه عثمانی فرو پاشید و خب اون سیستم جدید به پا شد، این سیستم اصلا حتی یامی که شریف حسین و اعراب میکردن سر همین قضیه این بود که سلطان عثمانی نمیتواند خلیفه به حق باشد و حرفشون هم صحیح بود، چون خلیفه بر اساس فقه و یعنی سنت اهل سنت نمیتونه غیر عرب باشه. غیر عرب نه، نمیتونه غیر قریشی باشه. غیر قریشی این رو مد نظر داشتن. بله دقیقاً. یعنی در همین راستا اینها رو اگر ببینیم و بررسی کنیم، ما با یک جهان این شکلی مواجه هستیم در اون زمان و اتفاقات سیاسی مختلف رو اینطوری میتونیم تحلیل کنیم. و خب بعد از اینکه شاه طهماسپ آرام آرام به سمت شیعه ارتدوکس رفت و ما رسیدیم به شاه عباس و خب شاه عباس دیگه آن ضربات آخر رو زد و خب علامه مجلسی نویسنده بهار انوار و اینها بیس رو انجام دادند و خب شاه عباس
این آشوبی که در این حسن رو، این عیبی که در عثمانی رو بود رو دیده بود و خب البته این در ایران همیشه هم بوده، در جغرافیای ایران که ما مد نظر داریم، تمام طریقت‌های مختلف رو سرکوب میکنه با این استدلال که در کشور یک شاه هست و یک شیخ، هم شاه منم هم شیخ. ما یک کشوری آروم آروم به سمت شیعی اثناعشریه مواجه میشیم که بله دقیقاً. چقدر جالب. حالا ببین ما الان 5 دقیقه بیشتر به لایومون چون خاتمه پیدا میکنه، این بخش اول بود. خب خیلی اطلاعات جالبی. ببین 2-3 تا چیز حالا برای توی ادامه بحث حالا در جلسات بعدی حتما باید اینا رو بشکافیم و بیایم جلو. یه مسئله که من میخوام بدونم اینه، میتونی بگی این نفرت شاه اسماعیل به اهل سنت از کجا می اومده؟ یعنی بشه حالا درسته، به من فکر میکنم واکنش سلطان سلیم و فتوای ابو سعود حالا یه چیزی بود، اینا داشتن میدیدن که خب اینا اهل سنت رو آزار میدن، واقعا مورد تعقیب قرار میدن. این از کجا اومده بود این نفرت مثلا قزلباشان از اهل سنت از به کجا برمیگشت؟ اصلا چه دلیلی داشت که بیان شروع کنن حالا تغییر مذهب بدن؟ چون به نظر نمیرسه، یعنی داده های تاریخی اینجوری نمیخونه که اینا حالا اهل سنتی که در سایر مناطق بودن آدم های مثلا غیر مطیع یا یاغی بودن که حالا لزومی داشته باشه اینا با یه اشهد ان علی ولی الله گفتن اینوری بشن. این از کجا می اومده این نفرت این به نظر تو؟ ببینید کیوان، ما وقتی این قزلباش و شاه اسماعیل رو بررسی میکنیم یک اهل سنت ستیزی رو نمیبینیم. ما خود همین الان اردبیل رو بررسی کنیم، اردبیل رفتیم، اردبیل شاه اسماعیل که در هرات آن همه حنفی کشت، زنا طبق استنادات رستم التباغ و سایر زنان اهل سنت سینه‌شون رو میبرید که به بچه ها و نوزادهاشون نتونن شیر بدن. در پایتختش 5 کیلومتریش 6 کیلومتریش ما روستاهای شافعی رو هنوز هم میتونیم ببینیم. این سختگیری که شاه اسماعیل به اهل سنت داشت مخصوص حنفی ها بود. شاه اسماعیل قبر امام شافعی رو آتش نزد، ولی حتی خود شاه عباس ولی شاه عباس و شاه اسماعیل قبر امام ابو حنیفه، اون قبری که الان هست در بغداد، بله بغداد هست دیگه فکر کنم، اون قبر خالیه، اون یک مدت طولانی مستراح شده بود. زمان شاه عباس حتی یک خری گذاشته بودن که یک نفر که کسانی که میخوان برن اونجا توالت کنن و ببره، یعنی که برن اونجا توالت کنن. و این به حنفی. و چرا حنفیه؟ چون حنفی مذهب اکثریت عثمانی بود و سر این که یک خشمی هم ایجاد کنه به علمای اینها هم بزرگان اینها هم میتوپید و اینها بیشتر میشد و بیشتر میشد. ما یک چیزی که در شاه اسماعیل میبینیم یک حرص کشورگشایی هست، میخواد یک جهانگشا بشه، میخواد یک امپراتوری انجام بده و در این راستا همه چیز رو انتخاب میکنه. همونطور که تیمور مفتیهاش رو فشار می آورد وقتی که به عثمانی میخواد حمله کنه فتوای جهاد ازشون بگیره، همونطور که سلطان سلیم در عرض 11 سال فکر کنم، بله 11 سال کشورش رو 8 برابر کرد، کشوری که وسعتش رو 8 برابر بله کرد. این هم یک استفاده هایی میکنه. ما در اینجا این هم میتونیم ببینیم، میگیم که شاه اسماعیلی که این همه سنی کشت، چرا بغل اردبیل تالش های شافعی و قسمت هایی از قزلباش شافعی هستن هنوز هم در ایران، اینها رو قتل عام نکرد؟ درسته ما اینجا میبینیم گروه های تولی و تبری شاه اسماعیل که میرن لعن میکنن وسط خیابون ها فلان 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 و از جورسا، ولی باز هم سختگیری اصلی روی جریان حنفی هست. جریان حنفی کجاست؟ جریان حنفی جریانی هست که امپراتوری عثمانی هرچند یک حنفی کلاسیک نیستن، یک حنفی ملغمه شلم شوربایی از تشیع و نمیدانم تصوف و نقشبندی و فرق مختلف هستند. مثلا قادری ها را که بررسی کنید خیلی شبیه شیعه ها هستند. آنچه که میبینیم در اینها حنفیسم، بیس حنفیسم، فتوا رو بر حسب امام ابو حنیفه میدن، یعنی طرف وقتی بلند میشه میگه که من حنفی هستم.
در آها. همین راستا این رو یعنی میتونیم ببین تحلیل یه کنیم. چیزی هم حالا به عنوان آخرین نکته، چون فکر می‌کنم یه دقیقه بیشتر وقت نداریم، این که به قول تو این دستای تبل و تبرک راه مینداخت، می اومدن مثلا لعنت که میکردن، اون طرف باید بر عمر و یعنی بر ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه لعن میفرستاد و کناریش باید حتی میگفت که بیش باد و کم مباد. درسته؟ و این اینداکترینیشن معنی نداره، فورس کردن مذهب شیعه بر به اصطلاح مسلمانان به قول تو حنفی، که من فکر میکنم به قاعده بیشتر چیزم حنفی بودن دیگه. درسته؟ یعنی مذهب شهرهای بزرگ ایران سنی حنفی بودن بنابراین. درسته؟ یعنی بله اینطوری بله، بود دیگه، نه؟ شهر بشه البته سنی حنفی هم داشتیم، شافعی هم داشتیم، ولی چون فشار روی حنفی بیشتر بود. مثلا کردها شافعی بودن، درسته، ما کردهایی که در بالای کوه یعنی مناطق صعب العبور بودن رو مد نظر داشته چیز ببینیم. ما ببینیم اون بله قتل عام عظیمی که در هرات شد در مناطق کردنشین نشد، چرا؟ چون اینا اکثریتش شافعی بودند. و خب اگر شافعی ها شافعی هم بودن. شوافع هم به قول معروف متمایل به عثمانی می شدن، به شدت سرکوب می شدن. و یک چیزم بگم، اصلا از آن تا همین اواخر بین مناطق اشایر شاهسوند که باقی مانده از قزلباش هستند اینطوری بود: اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان علی ولی الله، اشهد ان علی ولی الله. شروع می‌کردن بر ابوبکر، عمر، عثمان، لعنت فرستادن شده. عایشه و معاویه به ترکی لعنت می‌کردند. یعنی از قدیمی‌های منطقه مغان اینها بپرسید، احتمالاً هنوز هم یادشون هست که پدر بزرگاشون از آن رو اصلا اینطوری می‌دونن. یه آدم بی سواد بودن، اصلا جعفری هم شده بودن، اینا دیگه علوی نه، ولی از آن رو اینطوری میگفتن. تولا و تبرا در این حد رفته بود بالا. در این حد بود. خیلی جالبه دوستان، این بحث بسیار جالب رو ما حالا حتما با حسام در جلسات آینده سعی میکنیم هر یکی دو روز یه بار این بحث رو ادامه بدیم. بحث بسیار جالبی است و خب میکشه به بحث‌های معاصر، به بالکان، به تاریخ اروپا، به تاریخ روسیه، به تاریخ معاصر ما، به بحث‌های مربوط به جنگ‌های در خاورمیانه و بحث‌های فرهنگی هنری قضیه حتما ما مورد بحث قرار میدیم. خب من از شما خداحافظی میکنم. خب حسام در خدمت خواهیم بود دیگه. درسته؟ یکی دو روز دیگه حتما دوباره ادامه بحث رو میدیم. من این لایو رو قربانتون، من این لایو رو چیز میکنم، سیو میکنم و به اشتراک میذارم. خب شب و روزتون خوش، قربانتون، فعلا.